منم مثل خیلی از آدما تصمیم گرفتم که تو زندگیم روتین داشته باشم. شروع کردم توی دفترچه اونو خوشگل نوشتم، ولی بعد از 2-3 روز کاملا گذاشتمش کنار و همه چی رو ول کردم. اما بعد یه مدت فهمیدم مشکل از من نیست، مشکل از اون مسیریه که واسه روتین داشتن انتخاب کردم. مثلا مسیر از اول اشتباه بوده. بیا بهت بگم چی کار کنی. سلام خوشگلای من، خوش اومدید به چنل یوتیوب نگار. امروز میخوام خیلی سریع و راحت بهت بگم که چی کار کنی که پایبند روتینت بمونی و دیگه واقعا ولش نکنی و به اون چیزایی که تو ذهنت برسی. 5 تا مورد خیلی مهم داره که وقتی اون موارد رو رعایت کنی دیگه روتینت رو ول نمی کنی و سر جاش میمونه و همینطوری ادامه میدی و به اون مسیرت میرسی. ولی باید این 5 تا مورد رو رعایت کنی. قبل از اینکه این 5 تا مورد رو بهت بگم، میخوام برات یه مثال بزنم که راحت تر درکش کنی. مثلا ورزش کردن. خیلی از ماها تصمیم گرفتیم که ورزش کردن رو توی روتین زندگیمون بذاریم، ولی ولش میکنیم. دلیلش چیه؟ اینه که تو خیلی گنده میکنی این موضوع رو توی ذهنت و ببین انجامش بده. صبح که بلند میشی شده 5 دقیقه اون ورزش رو انجام بده و سعی کن که هر روز اون رو انجامش بدی. بعد یه مدت ذهن تو دیگه بهت نمیگه که ورزش کنم ورزش نکنم، انگار ناخودآگاه اون کار رو انجامش میدی، حتی روزایی که اصلاً حال نداری. حالا فقط ورزش کردن نیست، روتین زندگی ما آدما با هم دیگه متفاوته. خیلیا میخوان یه زبان جدید یاد بگیرن، میخوان کتاب خوندن رو شروع کنن، ورزش کردن روتین پوستیه، رسیدن به روح و روان آدمه که مثلا حالا مدیتیشن کنی یا هر چیز دیگه. خود همینی که بهت میگم میره جز اون 5 تا موردی که میخوام بهت بگم. اولین مورد اینه که تقلید نکن. فکر نکن که حالا مثلا فلان یوتیوبر یا فلان آدم این روتین زندگی رو داره پس منم دقیقاً باید بشینم بنویسم مثل اون برم جلو. نه، آدما با هم دیگه متفاوتن. پس اول از همه ببین اون هدفی که توی ذهنت داری چیه، طبق اون هدف خودت برنامه ریزی کن. دومین موردی که خیلی مهمه، انقدر سخت و قلمبه سلمبه نیا این برنامه ریزی رو بنویس. خیلی راحت خوشگل بیا برنامه ریزی کن و اصلا سختش نکن. خود همین سخت نوشتن برنامه ریزیه باعث میشه که از این روتین خسته بشی. اصلا خود روتین یعنی این که تو هر روز از اول یه کاری رو شروع نکنی. خود همین باعث میشه که ذهنت خسته شه. واسه همین باید یه چیز مشخصی رو انتخاب کنی و هر روز همون رو انجام بدی، نه اینکه هر روز از اول بخوای یه چیز جدیدی رو بهش اضافه کنی. واسه همین از چند تا چیزم شروع نکن. از یه چیز شروع کن، نذار ذهنت خیلی شلوغ پلوغ بشه. همین شلوغ پلوغ شدن ذهن باعث میشه که تو تمامش رو ول کنی، اصلا بگی ولش کن، هیچ کدوم انجام نمیدم. واسه همین کارهای ضروری رو بنویس. مثلا یه چیز ساده رو انتخاب کن و همون رو انجامش بده. یکی دیگه از معضلاتی که ما همیشه توی انجام دادن روتین زندگیمون داریم وقتی میخوایم یه روتین رو بسازیم اینه که فوق‌العاده ما آدمای کمالگرایی هستیم. کمالگرایی به نظر من وقتی خیلی کمالگرا باشی، حالا کلا کمالگرا بودن بد نیستش، ولی خیلی وقتی میخوای کمالگرا باشی و هر چیزی رو بدون نقص انجامش بدی اون کار خراب میشه. واسه همین فکر نکن که من این کاری که میخوام انجام بدم باید کاملا پرفکت باشه. نه، صرفا تو قراره یک کاری رو شروع کنی و انجامش بدی. خیلی مواقع ممکنه خراب بشه. خراب شدن اصلا مهم نیست، ولی مهم اینه که تو بهش پایبند بمونی. مثلا همین ورزش کردن رو بگم که خیلی ساده است. امروز اصلا حال ندارم، سرما خوردم یا هر اتفاق دیگه ای، اصلا مهمون دارم میخوام برم بیرون. مثلا تو 1 ساعت ورزش میکنی، نیم ساعت ورزش میکنی،
امروز 5 دقیقه انجامش بده. تو وقتی 5 دقیقه انجامش میدی ناخودآگاه میبینی که نیم ساعت 40 دقیقه است داری اون کار رو انجام میدی و اصلا دیگه بی‌حوصله نیستی. یکی از سوالایی که همیشه برای خودمون پیش میاد یا هر کسی که میخواد روتین رو شروع کنه اینه که چجوری بهش پایبند بمونیم، چی کار کنیم که خسته نشیم از این کاری که قراره انجام بدیم. جوابش خیلی ساده است. اون کاری که داری انجام میدی باید بهت حس خوب بده، نباید احساس کنی که تحت فشاری. و از همه مهمتر واسه خودت یه جایزه‌ای تعیین کن. مثلا بگو امروز که ورزشمو انجام دادم میام به خودم یه خوراکی خوشمزه کادو میدم. یا اینکه مثلا وقتی یه کتابی رو خوندم، چند ورق از اون کتابو خوندم، بعدش میرم اون موسیقی که دوست دارم رو گوش میدم. یا هر چیز دیگه ای. واسه خودت یه جایزه ای رو مشخص کن که همین باعث بشه که بهت یه انرژی مثبتی بدی که اون کارا رو انجامش بدی. یکی دیگه از مواردی که خیلی مهمه برای پایبند بودن به روتین اینه که اون زمان طلایی خودت رو پیدا کن واسه انجام اون کاره. خیلی از آدما صبح زود که از خواب بلند میشن خیلی انرژی بیشتری دارن. خیلی‌ها ظهر اوکی‌ان، خیلی‌ها نه شب انرژیشون بیشتره. ببین اون کاری که میخوای انجام بدی اون زمان طلایی تو کیه؟ همون موقعی که انرژی بیشتری داری واسه انجام دادنش اون کارا رو انجام بده. پس الکی نشین 60 ساعت واسه خودت بنویس این تایم تا این تایم این کار رو انجام میدم، بعد اینجوری میکنم، بعد اینجوری میکنم. انجامش نمیده آدم. حداقل من خودم تجربه‌ام اینه که آدم خسته میشه، مغزش خیلی شلوغ پلوغ میشه و اون کارا رو انجام نمیده. واسه همین اون ساعتی که انرژی بیشتری داری رو انتخاب کن واسه انجام اون هدفی که توی ذهنته. و کل هفته‌تو نیا درگیر اون ماجرا بکن. یه روز زنگ تفریح برای خودت بذار. بگو آقا مثلا من 3 روز 4 روز به این چیزی که توی ذهنم بوده واسه روتین داشتن پایبند بودم، حالا میام 2 روز به خودم مثلا استراحت میدم، اون کارا رو انجامش نمیدم. و خیلی جالبه که توی همون 2 روز احساس میکنی که دلت واسه اون کار تنگ شده و ناخودآگاه میره انجامش میدی و همین میشه اون راز موفقیت تو. یه چیزی که تو اصلا انجامش نمیدادی الان شده ناخودآگاه تو، شده روتین تو و دیگه اصلا نمیتونی ازش دست بکشی. پس چی شد؟ 5 تا مورد بود. یکی این که از کاری که خودت میخوای شروع کن، تقلید نکن. دومی مورد اینه که 10 تا کار رو با هم دیگه انجام نده، از کارهای کوچیک شروع کن، چون وقتی تو 10 تا کار رو با هم دیگه انجام میدی شکست قطعیه. سومی مورد ثابت باش ولی نه کامل. قرار نیست همه چی رو کامل انجام بدی، فقط صرفا قراره که انجامش بدی. 4 زمان طلایی تو پیدا کن، ببین چه تایمی از روز انرژیت بیشتره. و 5مین مورد به خاطر اینکه انقدر به این روتینت پایبند بودی به خودت جایزه بده. این 5 تا مورد رو رعایت کنی مطمئن باش روتین خواهی داشت و این دفعه دیگه شکست نمیخوری. و در نهایت روتین داشتن یعنی ساختن یه ورژن بهتر از خودت، اما هر روز، حتی اگه کامل نباشه، حتی اگه فقط یه ذره باشه. این چیزی بودش که من خودم تصمیم گرفته بودم، یعنی چند وقتی که تصمیم گرفتم توی زندگیم داشته باشم. حالا چه برای ورزش باشه، چه برای رسیدن به پوستم باشه، چه رسیدن به ذهنم باشه، یا انجام دادن یه کاری مثلا مثل یوتیوب باشه، ویدیو گذاشتن باشه، یا شروع کردن اون شغلی که دوست داری باشه، هر چیزی. و دوست داشتم که بیام به شما بگم بیایم با هم دیگه طبق این روتین پیش بریم، این موارد رو رعایت کنیم. مطمئنم که بعد از چند وقت که بهش پایبند بودی و هر روز انجامش دادی یه ورژن جدیدی از خودتو میبینی که باورت نمیشه. میدونین که خیلی دوستتون دارم. مرسی که همراهم بودین تو این ویدیو. امیدوارم که بهتون کمک کنه. اگه شما مورد دیگه ای تو ذهنتون هست که میدونید کمک میکنه واسه اینکه روتینمون رو خراب نکنیم، حتما تو کامنت برام بنویسین. پس لایک، سابسکرایب و کامنت یادتون نره.